خب بریم روز دوم. من روز دوم آماده شدم بعد از ظهر ساعت 2:30 و راه افتادم سمت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران. اینجا خیابون لاله‌زاره و دارم میرم سوار متروشم برم اونجا برسم و نیم ساعت مونده بود و منم دارم تون با عجله میرسم. یه حس و حال خیلی خیلی جدیدی دارم و خیلی خوشحالم که میخوام توی یک کلاسی شرکت کنم که واقعا به دردم میخوره و اینجا دارم تون خودم رو میرسونم اونجا و بعد میرسم خودم خیابون قدس و با خیلی سوال خوبی داشتم و دارم راه میفتم تون دارم میرم که برسم واقعا و یه حس خیلی خوبی دارم و میخوام ببینم که چی در انتظارمه و خدا رو شکر میکنم که این لحظات رو من ثبت کردم و تونستم به موقع برسم. در این ساعت 3:05 رسیدم. خیلی دوست داشتم ساعت 3 برسم ولی خب با 5 دقیقه تأخیر اومدم. رفتم دیدم 3 نفر اونجا بودن. اینم پارک علم و فناوری، این دم درشه. رفتم تو، منم 3مین نفر بودم. بعد کلاس شروع شد، تک تک خودمون رو معرفی کردیم. بعد من خودم فقط داشتم یادداشت برداری میکردم و گوش میدادم. راجع به چیزای فنی صوت داشت حرف میزد، اینکه میدرنج و ساب و نمیدونم بعدش باند و اسپیکر و اینا چیه. بعد کلاس تموم شد، من داشتم خودم برای کلاس بعدی آماده میشدم. داشتم از محیط دور و بر فیلم میگرفتم و اونجا خیلی محیط خوبی داره. من خوشم اومد، یه حس راحتی به آدم دست میده و من واقعا راحت بودم و اونجا داشتم واسه خودم رو صندلی نشسته بودم و داشتم برای کلاس بعدی آماده میشدم و به این فکر میکردم که واقعا کلاس بعدی چی در انتظارمونه و من باید چطوری شروع کنم خودم رو معرفی کنم، چون برای من چالشه که چطوری خودم رو معرفی کنم. پس خیلی زود بعدش استاد اومد، باهاش دست دادم، رفتم سر کلاس نشستم و خدا رو شکر خیلی استاد چیز زیادی از من نمیخواست و من خودم معرفی کردم و یه تجربه از نوشتن بهش گفتم آقا با من نوشتن 2 سال دارم مینویسم و خیلی خوبه نوشتم و ایشون هم خیلی در مورد مهارت نوشتن صحبت کرد و به ما یه سری تمریناتی داد و اینو گفت برای اون هفته بعد انجام بدین. یعنی 3 تا تمرین داریم و من امیدوارم که داره انجام بدم. و بعد با استاد راه افتادم تا مترو، با هم صحبت‌های زیادی داشتیم و خدا رو شکر واقعا روز دوم برای من خیلی خوب بود. خیلی یاد گرفتم، دیدگاه هم خیلی بهتر شد راجع به نوشتن و با یک انسان خیلی خوبی آشنا شدم و یک نقطه عطفی در زندگی بود. اینم از روز دوم.